من پناه میبرم به رب العزت و الجلال از روزی که به خاطر ما قشر علما و قشر دعوتگران بندگان خدا بخواهند پا در دین بگذارند، اما سخنان علما و سخنان دعوتگران باعث شده که از دین فرار بکنند. این اسلام با همه خوبی ها و زیبایی ها و رحمت را برای بندگان خدا معرفی نکنند. اسلام را دین ترور، اسلام را دین خشن، اسلام را دین تعصب، اسلام را دین پینک تروشی معرفی بکنند. من پناه میبرم از این که از دست علما دین آسیب ببیند. خدایا روزی نیاید که از دست ما دین تو آسیب ببیند، که گروهی بخواهند پا در دین تو بگذارند، اما سخنان ما که دین تو را خشن جلوه دادیم از دین تو فرار بکنند. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیامبر آمد که رحمت برای عالمیان باشه. حتی رسول الله آمد تا رحمت برای کفار باشه. علما و دعوتگران حق ندارن اسلام را دین خشن جلوه بدن، دینی که بندگان خدا و جوانان را از دین بیزاری و تبرئه بکنن. هیچ عالمی و هیچ دعوتگر این حق را ندارد پرده خشونت را بر دین بندازه بگه این دین. رسول الله نیامدن که پایه گذاری کنن پایه های خشونت را، آمدن تا موجی از رحمت و مهربانی برای بندگان خدا، برای جهانیان، برای کفار باشند. کی گفته این از تقوا و پرهیزگاری است؟ وقتی یک برادر مسلمان از کنار من گذر می کند با چهره گشاده میگه السلام علیکم و رحمت الله، پینک خود را طرفش تروش بکنم که من متقیم، من با کسی صحبت نمی کنم. چی کسی این دین را برای تو آورده؟ چی کسی این دین را برای تو آورده که تو مزاحم بندگان خدا میشی بعد میگی این دینه؟ خدایا به تو پناه میبرم از روزی که اسلام از دست علما ضربه ببینه. من پیام میدم برای علما و دعوتگران اسلام را چنانچه که هست برای جهانیان معرفی بکنید. اسلام دین تعصب نیست، اسلام دین کوبیدن بندگان رب العزت و الجلال نیست، اسلام دین خشونت نیست، اسلام دینی نیست که تو بندگان خدا را از روی منابر خدا، این منبر رسول الله، بندگان خدا را بکوبی. اگر یک جوان با نیکتایی وارد خانه خدا شد، هیچ عالمی حق نداره از روی منبر رسول الله رو بکوبه. عالم اگر عالم، دعوتگر اگر دعوتگره، در چنین قرن دست او جوان را ببوسد به صف اول بیاورد، جبینش را ببوسد بگه خوشا به حال تو جوان که به خانه خدا آمدی و مهمان رب العزت و الجلال شدی. عالم اگر عالم دین را رحمت بر بندگان خدا معرفی می کند. دین غضب نیست، دین موجی از رحمت و مهربانی است. دین کوبیدن بندگان الله نیست که ما بندگان خدا را بکوبیم انتقام بگیریم. اسلام دین انتقام نیست. رسول الله نیامدن تا پای انتقام را اساس گذاری بکنن. حق نداریم یک مجرم را از روی منبر بکوبیم، حق نداریم نام یک انسان گناهکار را بگیریم و او را بد بکوبیم. اسلام دین رحمته. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رسول الله رحمت برای کفار حتی بودن. عالم حق ندارد اسلام را چنان دین جلوه ده که همه را از دایره دین بیرون بکند. این جوانه ها در هوای گرم به خانه خدا با این آرامش نشسته یند. کسی حق ندارد اینها را بکوبد. منبر جای کوبیدن بندگان خدا نیست.
منبر جای خشونت آفرینی نیست، منبر جای طغیان آفرینی نیست، منبر جای رحمته. این جایگاهی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشستن و رحمت را برای جهانیان معرفی می کردن. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم کفار را داخل خانه خدا جا دادند با کمال احترام و عزت. کافر که کافر آمده به خانه خدا، رسول الله با تمام خوبی و مهربانی و رحمت از او استقبال کردن. اما امروز منابر ما تبدیل شده به جای خشونت. چرا پرده خشونت را برای بندگان خدا نشان میدی؟ اسلام دین رحمته، پیامبر رحمت للعالمینه و خدا هم خدای مهربانه. تو حق نداری اگر عالمی دعوتگری در کار خدا مداخله بکنی و خدا را خشن جلوه بدی. خدا خدای همه هست. گناهکارم وقتی دست بالا میکنه خدا خدای گناهکارم هست. خدا خدای عالم تنها نیست که ما خدا را فقط مختص برای خود بکنیم، که ما مندیل داریم و ریش داریم و این لباس داریم. خدا فقط مال ما هستی. خدا مال هر گناهکار و هر مجرم است. خدا خدای کافرم هست. کافرم اگر برگرده به سوی الله رب العزت و الجلال برمیگردد. اسلام را چنانچه که هست معرفی بکنید. اسلام دین رحمت و مهربانی است. اسلام دین است که ما را امر کرده که خوشحال باشیم و متبسم باشیم. خیلی ها میبینیم پینکشان تروش السلام علیکم. من گپ نمیزنم، من عالمم، جایگاه من خیلی بالاست. هرچه بالا باشه از رسول الله که مهربان بودن در کنار فقرا می نشستن. من و تو چه کاریم؟ جناب عالم، جناب خطیب، جناب دعوتگر. رسول الله در کنار اون فقیر یخن کنده می نشستن، در کنار غلام بیچاره می نشستن و غذا می خوردن. امروز من بگم جناب خطیبم، جناب دعوتگرم و کسی صحبت نمی کنم. بعد بیایی اسلام را دین خشن جلوه بدی.